بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه اون برادران و خواهران و عزیزانی که این نوا را می‌بینند، الحمدلله که مسجد الفرقان شهر انجرز هست، در خود خرگوشان دیگل هستیم و این فرصت خیلی ارزشمندی هست برای اونهایی که خواهان این هستند که الله ذوالجلال در عوض ساخت این مسجد قصر در بهشت برایشان بسازد. طبق گفته نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم که هر کسی که خانه الله را بسازد، الله ذوالجلال در عوضش در بهشت قصری برایش میسازد. حالا اون خانه الله مسجد که خانه های الله هم بزرگ باشد و یا میده و خرد باشد فرقی ندارد، هر عمل در اینجا ارزشمند و زیبنده است. و از همه عزیزانی که ما را تا حال یاردم کردن و کمک های خود را رساندن، از طبق این ویدیوهایی که ما ارسال کردیم و بعضی از دوستانی که یکی از اون برادرانی که ویدیوهای ما را تشکیل میدادن و ترتیب میدادن به نام برادر اسماعیل، اولا در حقش دعا کنیم که خداوند از ثواب همه اینجاها نامه اعمالش الله برساند و خداوند ایمانش را کامل و در زندگی موفقیت ها را خدا نصیب این برادر اسماعیل گرداند و چه مراد مقصد دارد برآورده. و همه از اونی که از طریق این ویدیو و یا کارتی که ما اینجا گذاشته هستیم به ما ارسال کردن، خداوند خیرات همه‌شون قبول فرماید و ما رسیدن از همه عزیزان. و نکته بعدی که برای دوستان میگویم، ما کارتی که زیر این ویدیو گذاشته هستیم به نام یک مادر هست، مادر به نام دینا رحیمیان اونا. این مادر رو ما گذاشتیم، این بغل مسجد ما هست و الحمدلله یک مادر ایماندار و یک مادر خداترس پرهیزگار است و هیچ ما انشاءالله شبهه در این امانت داری این مادر ما نداریم، لذا همه عزیزان به این مادر باور داشته باشند. حالا ما اون زبیربنک این مادر رو به شما میگم، رقم صفر هاش 22 02 20 07 24 81 64 73. این نامر همون کارت مادر هست و نمبر تلفنش هم که زیر این گذاشته 950 072 64 10. این به همین نامر انشالله که میتونن ارسال کنن و حتما به ما میرسد. و بالای این هم ویدیو هم واتساپ گذاشته شده هست، واتساپ ما هست، میتونن از این واتساپ پرسان کنن و معلوماتی از این مسجد شهر انگرز داشته باشن. خدای ذوالجلال خیرات همه عزیزان را قبول فرماید و اون برادرانی که این نوارها را پخش میکنن، برادر اسماعیل و دیگر عزیزان، خدا جزای خیرشان عطا کند، گذشتگان همه مون شاد و پروردگار این خیرات همه از اونها قبول کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد سیدنا محمد. Hey,